و به شمشیم نسه به نسلیه و پیکی آوت تصمیم میگه که 10 تا جنریشن بودن از میفردن جنریشن از آدم اد نوح در دیگه کما ارخ اپایم لفنا میگه که از آدم آریشون تا نوح که سای کشور کشیم دیگه طوفان آورد میگه که چی اونجا چی میگه که یعنی بالاخره داشتن بعض 10 تا جنریشن تصمیم گرفت که چیکار کنه که دنیا به فساد کشیده شده، ملت فقط به فکر خودشون هستن، اگه کسی به دوست نداره خوبی بکنه، لطف بکنه، خیر بکنه نسبت به دیگران و دنیا به درد نمیخوره. کسی که هاشم تصمیم که در موقع نوح که ما دوباره از صفر شروع میکنیم به فکر، یعنی به صورت چم کنه دوباره نوح 3 برخا بچه‌هاش 4 با خانماشون 8 برخا داشتن دوباره دنیا رو از صفر از 8 به 8 برخا دنیا رو شروع کرد. که میگه با وجودی که ایشونه که هشت همجوری تصمیم نگرفت، هی صبر کرد یه جنریشن 2 تا جنریشن تا 10 که شد که پیاله پر شد، که میگه تو پیغام فرمود که تمام دور مرتا هشم داشتن عصبانی میکردن تا که هشم تصمیم گرفت دیگه به درد نمیخوره دنیایی که فقط میگن که فقط مردم فکر خودشون هستن، سرفیش واسه در نمیخوره و بالاخره طوفان نوح آورد و چیکار کرد و دنیا رو نابود کرد. بعد از این وضعی که اسلام نوح و بچه‌ها شروع کردن، حالا بچه‌ها چون که دیده بودن چجوری مردم بت پرستی میکنن، متاسفانه دوباره برای بچه‌هاشون تعریف میکنن، یواش یواش دوباره رواج پیدا میکنه این برنامه بت پرستی. تو میگه چه میکنه از 10 تا جنریشن بوده از نوح تا ابراهیم آوینو، که باز هم نشون میده که هاشم چقدر صبر و حوصله داشته باشه. تمام جنریشن‌ها تا ابراهیم آوینو داشتن عصبانی میکردن، هاشم ممکن چا کنه دوباره چا میکنه ممکن دوباره به فکر نابودی باشه، تا اینکه نه این دفعه ابراهیم آوینو میادش و چا میکنه و میادش نهضت یکتاپرستی خداپرستی رو در دنیا رواج میده و باعث که دنیا از نابودی رهایی پیدا بکنه و مزد میگیره مقابل تمام اونا. که بعدن چطور میشه که بعدن این مأموریت از ابراهیم آوینو به اسحاق آوینو، بعد به یعقوب 12 شباطیم و بعدن چطور میشه و بعدن تبدیل شد به مأموریت واگذار شده به ملت عیسی، که چرا کنن که یعنی چرا کنن این یکتایی و خوبی که بعد نسبت بکنه به دنیا معرفی بکنه. اشن کمک بکنید تا بهمون داشتیم بتونیم مأموریت به کمال رعایت بکنیم. اوکی، میریم سر علاقه‌های شیمه اسرائیل. میفرماد شوخان آروخ برفرستاد داشتیم و گفت هر کسی که شیمه اسرائیل میگه که بتونه آروم بخونه جهنم رو سرد بکنه. چرا؟ چون کسایی که تون میخوان مثل یه ماشینی که تون چیز میکنه، ماشینی که میخواد ذره میتاز مسابقه میده، با ماشین میخواد تخت گاز میده گرم میشه، بعد شما میکنه برای شما میگه شما آروم باشی، یا تخت گاز یه قدر حرارت نداشته باشی، یه قدر تون نداشته، یه جاشن تون عجله از بچگی یاد گرفتن میخونن. میگه نه، طرفی که تخت داد نده به قول خودمون بله صبر و حوصله داشته باشه، نفسشو سرد میکنه، در عوض هم چه میکنه؟ میگه که چه میکنه اگر خاص شالوم گناهی کرده باشه بعد بیافته گینا چه میکنه؟ گرم برای این سرد میکنه که قابل تحمل باشه. این میگم که اگین خیلی هستن که دیگه میگن که شمسا دیگه از حفظ میدونن میخونن، توجهی به کلمات ندارن، به دقت رعایت بکنن ندارن. میگه اگر طرف دقت بکنه دیگه ترجمه کلمات بکنه، هاشم باعث میشه که چیکار کنه؟ بشه تخفیفی بعد 120 سال میدن. نه سوالی که دیروز داشتیم یا خل اقروتا به کل شوخان میگه شیمه ساده میتونه به ازمانی که میخواد بفهمه، یا میگه شیمه بشه به زبان ازمانی که بفهمه، پس الان میتونه شیمه اسرائیل فارسی بخونه. is fine. و میگه میشته برو مینویسه به وعدین به تفیلا آدم لخش میتونه به زبان میخواد بخونه. بیکت امازون نوارخ به زبان فارسی هم بخونه قبوله. قیدوش بیخوای حلل فهمت میگن حتی براخوای بوره پری آیس آدم میتونه چرا بکنه، میتونه فارسی هم که بگه یا انگلیسی که بگه قبوله. نه بحثی وجود داره، البته همه عقیده دارن که اگر عبری بگه چه هیچ شک و تردید که بهتره. چرا؟ به خاطر که کف خمی نویسه که چون که عبری یه کلماتی که گذاشته اینا یه میده مثلا اول حرفاش یه رمزای توش هستن، خیلی قدوشا داره،
کلی کونه داریم ما که برای خواهی مال خنوکا میخونیم، تازه فقط یکیشه. خنوکا که میخونیم چه اسمایی باید نیت بکنیم، او خیلی شک و ترینست که اون خیلی بهتره. ولی ما میگه که چی و علا دست کوشن یه نفر فارسی بخونه یا ای که چی بخونه بهتره یا ای که عبری بخونه که نمیفهمه. این میگه که اگر فارسی که بخونه واقعا کلمات توجه دارید فارسی بخونه، یعنی کسی که عبریش روون نیست ولی کسی که انیوی فارسی هم که میخونه توتیواری میخونه. میگه شما که انیوی داری توتیواری میخونید مثلا دفعه یعنی که حواسش پرته حواستون موقع که دارید فارسی میخونه حواستون اینجا نیست و اگه عبری بخونید عبریش بخونید قصدش بکنید بردیم. فهمت میگن شما که anyway اگه مثلا بله کلمه فارسی ها با التماس به درگاه هشم بخونید اینا خواهید فارسی بخونید انگلیسی بخونید، ولی موقعی که داری فارسی که بخونید میگه روی روزنامه میخونید نه اصلا فایده بود، اما عبری آدم بخونه بخونش میسواش بیشتره. هشم کمک میکنه.